میخوام به همه شما اگر شما میخواهید که در 23 فوریه و 8 مارس با خویشاوندان خود با یار و دوستان نزدیکان خود تحفه از شرکت فابرلی گیرید، پس به شما راه آسان را نشان میدهم. من رقم‌های آن همین نماینده فابرلیگ را در روی اکران‌های شما میگذارم. در روی نویسید و با نرخ ارزان تحفه به دست بیارید. و زنهایی که میخواهند در خانه نشسته کار پیدا کنند و با معاش تامین باشد، پس با نماینده آن همین شرکت فابرلیگ تماس برآیند و خود در جای نشست کار بکنند و معاش خود را سر وقت بگیرند. توصیه من تنها شرکت فابرلیگ است. خب رقم ها در روی اکران های شما در اومده زنگ بزنید و آماده شید. سلام عرض میکنم به همه شما مشاهدین و مخلصان سامانه فرهناز لایف. میدونید دوستان عزیز، انا همین جهانگیری که میبینید شما با چپانگویا گپ میزنه، دو سرودها رو با چپانگی میگوید. ما چندین مرتبه در سامانه نیمجان سیدعلی برنامه‌اش کرده بودیم و بعد از اون میدونید که چندین مرتبه با من زنگ زد که اپاجون ما رو در برنامه گل ناز دعوت کنید و امروز دعوتش کردیم. خواستیم که با آن کس صحبت گذارونیم تا مخلصان سامانه فرهناز لایف نیز درباره‌اش خبر بیابند. خب جهانگیر خودتان را پرتر معرفی میکردید بهر مخلصان سامانه فرهناز لایف. من جهانگیر 29 بلاگر امسی کروگوی کلسه مردم عاشق پروفسور علم بروشگی پدل میسوایی شگی سمسفروش عاشق به تلفنک سه شدیدگی دختری کدگی. بهترین جهانگیر جان پدرم که من پیش از آن که من برنامه را آغاز کنم میخواهم که درباره خودت کم معلوماتی کدام سال و ماه و روز در کجا تولد شدگی با چه کار و بار مشغول هستی؟ من ربیع جهانگیر حبیب الله ویچ می باشم. سال تولدم روز مسلط 9 سپتامبر 2000 می باشد. در شهر دوشنبه تولد شدم. در وقتهای خالگی به خواندن شعر و غزل‌های عشقی و با خواندن شاهنامه مشغول میشم. اونجا کار میکنی که میخونی؟ بکنی؟ دکتری میخونم. نه دکتری میخونی. بهترین. خب برنامه گل ناز جهانگیر 3 شرط داره. یکم شرطش لطیفه. پر لطیفه میگه. یک لطیفه که تمام مخلصان بخندن. مرحمت. دیگانه مسئولیت میکنم. میگه شب کالر میگه من در گل میاره. بعد گرفتن گل با او چی گویم؟ میگه بگو عزیزم خودت گل هستی با چرا گل آوردی؟ بعد شب کالرش میگه بجای گل مرغ میاره گریل. میگه عزیزم خودت مرغ هستی با چرا مرغ آوردی؟ بهترین یک سوال جهانگیر. در پیش 8 مارس روزی انا همین بانوان، روز دختران، روز مادران. با انا همون دختری که دوستش میداری چطور فهمیدی؟ بکلش پیدا کنم. چه بکل پیدا کنم؟ برای او آمده بکل پیدا کنم. من بوده بکل پیدا کنم. خرز نمونه نه؟ رحمت. خب شرط دیوم من سوال رو بهشون پیشنهاد میکنم جواب میدید. خب جهانگیر چی سبب شد که محض انتخاب کردی اولین بار نزد یکای نیمجان رفتی و چگونه یافتی او را که در برنامه اشتراک کنی؟ کی انمی تفسیر کی داده شما؟ من اول در سامانه اجتماعی برنامه میکردم و بعد از اینستاگرام دیدم که در همونجا نمره یکای نیمجانه نمرهش گرفتم، زنگ زدم و گفت که به پروفسور بیفته. در همونجا استادم. بعد اومده قدش رفتم قرطاخونه ما اینا. در همونجا قدش شناسیدم. گفتم که اکادمی ما میخوام که برای دستگیری کنیم. گفتم در برنامه تا میگیرین من خیلی استعداد خدمت دارم. خدمت معرفی کردم. بعد گفت که دو درجان گفت بیا ما خدمت برنامه میکنیم، پراموی فیلم میکنیم، گفت دستگیری میکنیم، استوری میکنیم. بهترین ما خوب میدونم که اکای نیمجان دستگیری میکنن و چی هنرهای استعدادهایی که خدا داده داره که مخلصان بدونن بفهمن. نمای آدم‌ها دولت‌ها پایتخت‌ها شیرو را نمای همه پرنده و حیوانات هم بیاره چپنه گپ زد میتونم. بعد جدول ضرب توسط کرده گفتم میتونم. سالهای تولد میگن چند ساله چند ماه چند هفته اینا مورچلش چیه همش میدونم. با همه شعرهای عشقی بسیار میدونم برای که استوری هم عاشق داشتگی. بهترین چگونه عاشق؟ چگونه عاشق شدگی؟ عاشق شیدا. دکی؟ نه
در دخترک عاشق شده بودم اما دامو چی نمیکردم مقصد گفتن نمیتونستم که من تو را دوست ندارم نه که گلا آوردم گلا در سرم زد شکست تو چی شد؟ مرا زدک و من چه مسئله شد تمام؟ یکی اگر بایم عاشق چه چیکار میکنی؟ من هم عاشق شوم من هم قدش مقصد میگردم بعد نصیب باشه توی میکنم میگیرم بهترین رحمت. خب گفتن که شعرها را بچه پناهی میگن. خب یکم شعر بچه پناهی بگو. شعری ای قدم خربان میشه من کدومی که باشه میشه. اول همه شراس بچه پناهی میشه خب باشه چخیر که در خود مخله هم خب. سنبقه در دیولای جرش نکه و بولای عقب مسرد یلا وید شورج نوکن یلا بو دست پاشا ببندینه پروشکی تیاره و صدا شو مدبب یک شوری بیایورد کوگی مستی مست ققرز بود یا دو انوشاد از یایویم رفتم تایید لانا دیدم مای تابونا متفاری حتی نالد مدیدی همانا بود بجاشم جمونا جانگیرا می ترسونا اشا جمانا موجیم ارگنو هجان سراتن چشمی سیو تابو کن ادخت با مانی گوکن مشاتیات یوی سونوک ایرت خود ابن هاگینوک و شکبارو یچیدم بردیلی ما داو کن خشاب تیا ورمدیش ربیلی نموانوک بردیلی جخ داو کن ربیلی دخ جوانی بهترین. خب سرود نه جهانگیر جان یکم شعر روبایی که میگین که عاشقه همین خان بچه پناهی. ای عزیزی دوری من یک شبیه و برخانم یه عزیز ایرو دم کیا باش ای رمانوخ روبرو یا چینمو گویم هم افسانم و ربطیه و رو منیش میاوگ ما امه معنوصفه چون تو رفتی از برم بیچاره خوش این دیلم نوچوتیت فرزمه رب ارو چب نخدشنی ملید به تو اکنو هر کجای میرم جهانگیری بلاگیری دیوانم و تب نوکاره هیو جگما ورم ایری گنو هج ایری گولب معنوه خب جهانگیر انا همین رو از کجا گرفتی؟ انا همین چگونه داده دزام شد که باید همه چیز بچه پناهی زودتر یابه؟ همه چپنگیرم مقصد همه نمای دمور نمای چهر دولتی را نوشتم دوباره همراه در سه ماه کنه کل سینفی یکین در نوشتم همراه یکلی مدازیت کردم بعد همه چی در کلام در آمد خب همه چی بچه پناهی چرا چگونه بچه پناهی شد زیاد میکنی؟ شعر هم خیلی در دیویدی میمونن یا برگوش میکنم در سرم هم راست میدارم چپنه خب از اگر مگم شعر راستانه خانم چپانه گفتش میتونی؟ میتونم آفرین. بگو مگم شعر ما میگم. خب یکم شعر هست اتفاقا یکم شعر می؟ شعر شعر دیل بخونم شعر دخته بوزارت برم بیا دخته بوزارت برم چلا گوشوارت خرم رد خط و روزاب مرب علشت و روشک مرخ فکیتو تا وچ کنم تا تخونه ببرم حتی تی کبچه منه کتیتا نخ مربب داری لینجایی غسک ایرادی یجنیل کسفر داری قوشایی جاسک ایرادی یشک کسفج جنوم درنو کی بنی جنو صدقه گلی منجرادی کنتنی منو تقدسی ایلک در جوای ما پیستر تر میفروشنه رادیو جمعه سپرت نشرفیم و این اخترا بوسر بازار میفروشنه آنی آرد خدا را سبب نشرفیم آفرین. بیا من خود عاشق بودایی من شعر عاشق میخونم راستانه شما چپانگی بود. خب عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است. قشي ردليد يالوش إهبوس تدوها سادو دی میسرش خیلی عاشقی احساسی خب دی میسرم عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. إيقشا يوشيش خم إساس تمسيق سادو در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. رادينواز أمي تنك نفهم در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود رادينواز قشي بودو إتالبا يونود دوبان این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. ني أما إتالبا ديب إني تالبا سادو بهترین احسن. خب باز چگونه هنر داریم مثلا بود جدول ضرب تو صد کرده میدونم بعد نه آدم‌ها میدونم که مقصد روزشون کی میام خیلیش میدونم چند ساله چند ماه چند هفته اینا مشکل سال تولدشون میدونم. من فکر میکنم که در برنامه اکای نایم جان بسیاری نفران تماشا کردگیان هنرتا خوب میدونن هنرتا. من میخوام که در باره چی گپ زنی که
چی آرزو داری؟ چی میخواهی؟ برای چی میخواهی که بسیارتر با بلوگران با آن همین در برنامه ها بسیارتر اشتراک کنی؟ آرزوی میخوام دلت چیه؟ میخوام که در تاجیکستان مشهور شم و دیگه دولت ها ما معرفی کنن نامدار شم دیگه دولت ها همه مرا مقصد دستگیری کنن و همه وقت پیش در جده یعنی صنعت پیشروی داشته باشم. خب باز با چی کار بر مشغولی؟ حاضر کار نمیکنم نه که درس میرم میخوانم میام. فقط درس؟ خب تشکر زیاد. خب جهانگیر جان من هنر شما رو خوب دیدم قبول کردم و آن هنرهایی که گفتید من دیگه هنرها برای چی سوال ندادم به خاطری که چندین مرتبه در سامانه نایمدین سیدلی برنامه بود تماشا میکنم مخلصان و از همه مهم آن همون صورتهایی که با چپانگی گفتی بنیهایت مغز بود و در دیگر برنامه ها نیز من شما رو انتظار هستم بیاید و شدم که این برنامه رو قبول کردید و مهمان برنامه ما شده. رحمان پجان. تشکر زیاد برای اشتراکات. خب دوستان عزیز این بود برنامه گل ناز با جخ 2000. باری دارم که برنامه با شما پسند می آید و با آن همین جهانگیر جخ 2000 این بود برنامه گل ناز. تا برنامه های دیگر